همه دارن همون تیکه تیکه در جشنواره فجر، در اینستاگرام، در همسایه ها، در ترافیک، مردم، آدم ها، فامیل، اجتماع. چی روابط اجتماعی رو اصلاح میکنه؟ معلومات. روابط سیاسی و موضوعات سیاسی رو چی اصلاح میکنه؟ معلومات. اصلاً آزادی و دموکراسی از کجا میاد؟ مردم این رو میگیرند، آزادی و دموکراسی رو به دست میارن. با چی؟ با فرهنگ، با روابط اجتماعی، با شناخت سیاسی. این از کجا میاد؟ از مطالعه. از مجموعه مطالعه و آگاهی تو با آزادی و دموکراسی دست پیدا میکنی.